که علیرغم که اینا همه آقایون تو صحنه میدیدم، اینا که الان کاندیدا شدن اون که کاندیدا نبودن، من صحنه رو میدیدم چطور هستش. با دیدن همه این آقایون، با دیدن همه این صحنه اومدم تو صحنه که چه بکنم، که یه کار متفاوت بکنم. اولین چیزی که انسان براش مهمه حجتشه. من حجت بود داشته باشم برای خودم و خداوند متعال. اگه یه آقایون تو صحنه هستن من برای چی میام؟ من که هیچ کدوم که آقایون کارشون به قدر من کار جدی نیستش هیچ کدوم. من رئیس یه قوه هستم، بفهمم جایگاهم کجاست. برای چی اومدم تو صحنه؟ آیا افراد زمینن و ابزارن برای اینکه اون ایده، اون هدف، اون آرمان تحقق پیدا کنه؟ یا اینکه نه به هر صورت شد همین الان بگذره یک کفی مرتبی بزنن برای آقای رئیسی بگن عجب قهرمان شدی، شهید رجایی شدی. خب حالا همین خود ما تو قهرمانم شدیم، بعد خب کشور چیکار کنیم؟ یعنی شما بعد از این انتخابات، بعد از روحانی میخواد کشور چجوری اداره کنید؟ خودش بحث مهمیه. من در مرعای آقا دارم این کارو انجام میدم، در مرعای تمام کشور دارم انجام میدم، من در مرعا و منظر عام دارم این کارو انجام میدم. این خیلی سوال چیز هستش که وقتی یک امر محرمانه اتاق دربسته گوشه کنار با هم در گوشی پچ پچ میکنیم، بله میگیم کسی میفهمه تو داری همچین کاری میکنی؟ نه آقا من یک کار عام امرون جامعه دارم انجام میدم. فکر کنه حد کت بکنم تو این قضیه به دشنام بدن، بزنه بچه‌ت چی بگم؟ بله مجاهدت چیزا داره. تو راه وایسادن بزنه بچه گفتن داره. این دخترای من همیشه میگن تو رو خدا بابا، یکی از چیزایی که میگن تو رو خدا توی صحنه نه، دفعه اینقدر ما کشیدیم از دست تو دانشگاه، دفعه دیگه کار. این عرصه عرصه‌ای است که باید مجاهدت کرد. والا من جهت اطلاع شما الان رئیس قوه مقننه باید فردا 2 مرتبه تجدید بشه رأی آوردنش. 1 ساله رئیس قوه مقننه است. رئیس جمهور 4 ساله رئیس جمهوره، من 10 ساله رئیس قوه قضاییه ام. سنت جاریه بوده که 2 دوره‌ای هستش. درست آقا؟ من الان جایگاه مطالبه دارم، فردا از فردا به جواب همه مردم ایران بدم، پاسخگو میشم. فرق است بین جایگاه مطالبه و پاسخگو. من میدونم که چیکار دارم میکنم. من تا امروز الان جایگاه مطالبه دارم، من جایگاهم جایگاه مطالبه است. تا کی؟ تا 10 سال. این مسئله بسیار مهمه. به همون دلیل که شما میگید یا دولت مهم نیست، مثل من نمیخواد. برای چی ما کاندیدا بشن هم ببینن هر کس بگیره اینا؟ نه پیش بینی میخواد، نه بررسی میخواد، نه این طراحی میخواد جلسه بشینیم با هم دیگه. سیاست‌های مصوب نظام رو آقا چند سال دادن؟ کدوم که از اینا اجرا شده؟ سیاست‌های فرهنگی که شما استاد مسائل فرهنگی هستین چقدرش در کشور اجرا شده؟ میگید اجرا بشه، اجرا نشه، بالاخره آقا سیاست میذارن، یک کسی هم تو کشور میذاره کنار. این که کشورداری هستش. باید ببینیم هدف داریم. انتخابات اصل نیست، انتخابات یک زمینه است برای ورود به یک عرصه تشکیل دولت اسلامی. روزی که آقا به من فرمودن بیا قوه قضاییه، من گفتم آقا من اکراه دارم. فرمودن من میدونم اکراه داری، اما برای خدا بپذیر، قطعا خداوند متعال خیر و برکت در این کار قرار خواهد داد. من واقعا راضی نبودم به آستان قدس بیام. آقا کی امام رضا رو ول میکنه؟ خب میشه بیاد تو دردسر خودش بنزه، اونم تو پرونده و اینا که هر 2 نفر که میان بیرون اگر هر دو فوش ندن یکیشون فوش میده. ما اینا که بلدین که این کارا در اتفاق میفته. من هر روز تو دادگستری‌ها دارم میگردم، تو زندان‌ها دارم میگردم. من میفهمیدم دارم از بهشت میام. با آقا گفتم آقا طبق نص با شما صحبت میکنم. گفتم منو از بهشت آوردید روضة من ریاض الجنه تو علاف شفیر من النار. وقتی آمدن ایشون فرمودن که من اراده کردم، گفتم هر چی اراده شماست، من اصلا خودم اراده ندارم خدمت شما. ببینید آقا ماها سرباز این میدان هستیم.